بعدی که برای شما روایت خواهیم کرد ماجراش برمیگرده به میانه دهه 50 در بندر در زادگاه جوما. قصه اصغر آشور، یک جوان پاکباخته 18 ساله با یک گیتار در دست کنار ساحل، عشقش اینه که آواز بخونه. صدای چندان خوبی هم نداره اصغر آشور و خیلی موسیقی هم بلد نیست، حتی شعر هم خوب نمیتونه بگه. اما اون زمان یک شعری گفته، یک شعری خونده در پلاژها. میدونید پلاژ دیگه چیه؟ قدیمی همین سویت های قدیمی کنار ساحل که از نی گاهی اوقات ساخته میشد و خیلی معطر بوده، اما پذیرای مهمان‌هایی که از بهار و تابستان میومدن به بندر و اونجا اجرا میکرده. بین بچه صیادان این ترانه خیلی دوست داشتنی بود، از موی سیاه تو، و ما نمیدونیم خودش گفته از جایی بهش رسیده. اما محتوای گیلکی فارسی داره، خیلی گیلکی نیست اما بخشش گیلکیه، فارسا خوب متوجه میشه. معلومه که برای مشتریای برای مسافرها گفته کنه بفهمن. اما هر چه که بوده ما میدونیم که اون زمان اصغر آشور یک عشق ممنوع هم داشت. در واقع یه جوان 18 ساله گویی عاشق یک خانومی میشه از این طبقه‌ای که همراه با طبقه خودش نیست و این شوریدگی برآمده از اون عشق ممنوعه تبدیل شده به ترانه. خب این داشته باشید خیلی جوان شناخته شده نیست، میرسه به وقایع 58 مهر 1358 در بندر و واقعه شورش صیادان. اونایی که تاریخ خوندن میدونن به دلیل سیستم ناروایی که در امر توزیع عادلانه امکان برای صید در دریا بود اون اوایل انقلاب، درگیری ایجاد میشه و یه شورش ایجاد میشه بین صیادها و کسانی که حافظ امنیت بودن، نهاد شیلات، و منجر به کشته شدن برخی از صیادین و حتی کسانی که متولی تامین امنیت بودن. و تو اون شورش ها اصغر آشور به خاطر اینکه صدای بلندی داشت و خیلی آدم زبلی بود، رو دوش صیادا قرار میگیره، بوی شعارهایی که اونا میدادن هم بلند بود. این تصویر داشته باشید بعد از یکی دو هفته مفقود میشه و بعد از 20 روز پیکرش رو کیلومترات دورتر از بندر در حالی که کارداجی شده پیدا میکنه. ما نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه که این مرگ دلخراش حاصل اون حضورش در شورش صیادان بود یا محصول عشقی که ورزیده، عشق ممنوعه. اما هرچی هست بعد از اون این ترانه بیشتر در بین صیادها شنیده شد تا زمانی که جوما با این ترانه مواجه شد. ما هرگز نخواستیم که دست ببریم در خاطرات کلی صیادها، به خاطر این متن شعر رو برداشتیم و آهنگ خودمون رو ساختیم. در واقع اون چیزی که شما میشنوید یک محصول همکاری جوماست و اصغر آشور. به یاد کسانی که عشقی در سر داشتند، شوری در دل داشتند اما بهش نرسیدن، حالا برداریم. و به یاد اصغر آشور که مزارش خیلی محقر در گوشه از گورستان انزلی هست. یکی از خوشبختی‌های ما اینه که چند وقت پیش یه شب یه آقا یه عکسی فرستاد برای من و گفت انتیشی. گفتم یه جایی نگاه کردن مزار اصغر آشور، رفتن و تمیزش کردن، رنگ زدن، سنگش رو درست کردن و حالا دیگه میشه شناخت که چه کسی این ترانه شوریده رو در بندر اجرا می‌کرد. این رو برای شما اجرا خواهیم کرد. از موی سیاه تو. از موی سیاه تو پریشان‌تر شبی درم مشتاق تو بارودم جان جان بی پایان شبی درم پر حسرت لبی درم تیم رکبی درم وای وای
کی شمع دل فروزان نور تو از دیگران تا کی تیمستی به نام من به یاد من به کام دیگران تا کی شمع دل فروزان نور تو از دیگران تا کی تو مست و هوس بازی دل آزار و دل بازی میم رم کن بازی جان جان یک روزی پشیمان بی فرخونین و نالان بی مطرود از گلستان بی وای 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 از موی سیاه تو پریشان‌تر شویدم مشتاق و تبالودم جان جان بی پایان شویدم پر حسرت لبیدم تیم رگوی